سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 20 آگوست، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. مرزبانان ساکنان اسفره را از قوم شفابخش قم‌مزار محروم کردند. میگویند این زمین بحثی است. امروز آمدم پگان در کردن نشود طرفای کنبودان بریم کی زنان افغان میگویند از ترس از خانه بیرون نمیشوند و به وعده‌های طالبان باور ندارند. در بخش‌های مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برایشان تنظیم خواهد شد. دختر رحمان نبیف نخستین پرزیدنت تاجیکستان صاحب استقلال ادعا دارد که سود اجراچیان او را از خانه پدریش بیرون کردند. در این روزهای گرمای تابستان ساکنان اسفره ولایت سوخت تاجیکستان عادت داشتند خود را با ریگ شفابخش موضع قم‌مزار تبابت کنند. اما موسم امسال نظارت این موضع زیر نظارت مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار گرفت که ساکنان را نمیگذارند در اینجا تبابت و استراحت کنند. مکان استراحت و تبابت ساکنان اسفره ماه ایول امسال پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز به زمین بحثی دو کشور تبدیل یافت. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. باشندگان دهه‌های مرزی شهر اسفره و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم‌مزار هممرز با قرقیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرقیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرقیزستان برای گفت و شنید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلای اسفره پسی میزی مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلام نشدند ولی از آن وقت تبابت و استراحت آدمان در اینجا منع گشت. این زمین ما معاهده بدیم پودین برای قمگون میکنم یگان کس مشای نمیکنه. او دفعه قرقیزان مشای کرد زمینی موف نمیشه. حالا کتهای باغ نزدیک به آسایشگاه به آدمند ولی به گفته ساکنان یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روز سبت شیخ مزار نیست که همه از او برای شفا دعا میگرفتند حضور نداشت. 2007 باز میام خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حاضر اجازه ندادستم. ما دوبار آمدیم این قاعده گیریم 3 بار آمدن در کار ما جای دوبار آمدیم امروز آمدم پگان در کردن در کار نشود طرفای کنبودان بریم کیم یگان جای دیگر. مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازه ندادن ساکنان را به موضع قم‌مزار شرح نمیدهند ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتند. این هم در حالی است که کلانسالان دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفری برای توبت در اینجا مانع نشده بود. عملیات خوجند هم بسیار آدم می آمد. وقتی حکومت سویت هم از ازبکستان هم می آمد خونبه آمده یک روز 2 روز 3 روز همه 3 روز رفتم اما خونبه گرده شدن بعد درداشون سبب می شد شاهد تماما در شپای افته برفتگی آدم بسیار. قبلا ساکنان جماعت چارکو به رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکوی اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی با ریگ این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت میکردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از ریگزار دوابخش این موضع استفاده میکردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه‌های قرقیزستان از جمله تورموش نقطه کیگه این موضوع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرقیزنشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعدا جانب قرقیز پاسخ داد. رسانه‌های کشور همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهکار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان طی ماه‌های آخر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می‌کنند.
مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرقیزستان کشته شده‌های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی‌های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده‌های جنایی گشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. اکثر بانوان در افغانستان به وعده طالبان درباره اینکه گویا در دایره شریعت اسلامی به حقوق آنها احترام قائل میشوند باور ندارند. اعضای گروه جنگی در یک نشستی خبری نخستین خود در شهر کابل پایتخت افغانستان ادعا کردند که حقوق زنان افغان رعایت می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خرام بقازاده. من به آنها باور ندارم. این جمله است که امروز از زبان اکثر زنان صدا می دهد. هرچند در نخستین نشستی مطبوعاتی خود در کابل دو روز بعد اشغال شدن کابل این گروه جنگی گفت زنان به کار و تحصیل خود ادامه خواهند داد. زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندا خواهد آمدن به شمول اوناست انشالله بخشای مختلفی که برایشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالمندوالی، در بخش‌های مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برایشان تنظیم خواهد شد. ولی بسیار زنان در افغانستان از زمان حکمرانی طالبان در سالهای 1996-2001 خاطره‌های دیگر دارند. کار و تحصیل من بود، زنان را برای روابط عاشقانه تا مرگ سنگزنی می‌کردند و همه‌شان وظیفه‌دار بودند که برقع لباس سراپا بسته بپوشند و تنها گروه خرد آنها روز 17 اوگوست آماده شد به خیابان برآمده آشکارا اعتراض خود را به آمدن طالبان بیان کنند. به حیث یک زن افغان من به آنها باور ندارم، چون که در گذشته ما دیدیم که آنها به وعده های خود وفا نکردند. اگر آنها خواستار حمایت حقوق زنان باشند، آنها پیش راه تحصیل دخترها را در دانشگاه هرات نمی گرفتند. آنها پیش راه کارگر زنان بانک عزیزی را در قندهار نمی گرفتند. مرزیه بابکرخیل زمان دادرس بود. آنها دو دفعه می‌خواستند مرا در افغانستان و پاکستان بکشند. به همین سبب من همه را کشور، عائله، کار و موقع همه را در این زندگی پرتافته رفتم. ما می‌دانیم که طالبان چیستند. ما آنها را می‌شناسیم. حقیقت روی آب است. وعده‌هایشان حقیقت ندارد. و به زودی می‌بینیم که چی می‌کنند. من به آنها باور ندارم. مردم افغانستان هیچگاه به آنها باور نمی‌کنند. لیزا کریمی، یک خبرنگار روس زبان همکار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر کابل است. ترس و نگرانی به خصوص در میان ژورنالیستان زن خیلی زیاد است. من خبرنگاران زیادی را دیدم که از آینده خود نگران هستند. آنها میگویند که واقعا هم نمیدانند چی بکنند. آنها میگویند که باید از کشور بیرون روند، چون که به طالبان باور ندارند. فضایی که اینجا حکمران است به نهایت ترسناک می باشد. زکیه خدادادی ورزشگری بخش تایکواندو است. او تا چند روزی پیش آرزو داشت که افغانستان را در بازی‌های پارالیمپی توکیو نمایندگی کند. من از شما خواهش میکنم، من که یک زن افغان هستم و به نمایندگی از زنان افغانستان نیت و قصد من این است که در بازی المپیک شرکت کنم. پس دست مرا بگیرید و مرا کمک کنید. من خواهش میکنم از شما و از تمام زنان جهان، از مدافع زنان، از تمام سازمان ملل که نذارن حق یک شهروند افغان در بخش معلولین، در بخشی که خود از همین که ما خود از این وضعیت رشد دادیم، در این وضعیت رساندیم، گپی کمی نیست، بسیار سختی کشیدیم. پس من تلاش من نمیخوایم به نتیجه باشه، برای ما کمک کنید. ولی کمیته بین المللی پارالیمپی روز 18 اوگوست گفت خدادادی نمیتواند در بازی ها رقابت کند، چون هیچ یک هواپیمای تجارتی از کابل پرواز نمی کند.
در پی یک اختلاف خانوادگی منوره نبییوا دختر رحمان نبییف نخستین پرزیدنتی از سوی مردم انتخاب شده تاجیکستان از منزلش که در مرکز شهر دوشنبه واقع است بیرون کرده شد. سود اجراچیان شهر دوشنبه بدون پیشنهاد منزل دیگری اشیای خانه‌اش را بیرون برآورده منوره نبییوا را از حق اقامت در این منزل محروم کردند. منوره نبییوا ادعا دارد که طول 40 سال اخیر در این منزل زندگی کرده است و قیدی رسمی دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین. امروز суд иҷрочиёни шаҳри душанбе мунаввара набиева духтари раҳмон набиев нахустин президенти аз сӯи мардум интихобшударо аз хонааш берун карданд. ин амр дар пай даъвои соҳибмулкии писари президент рустам набиев ба ин ҳавлӣ сурат гирифтааст. аммо мунаввара набиева иддао дорад ки тӯли 40 соли ахир дар ин манзил зиндагӣ кардааст ва қайди расмӣ дорад. Нет, дом был записан на мамино имя. این حوالی با پول من به نام مادرم خصوصی گردانیده شد. قبل از وفاتش مادرم این خانه را به دادرم وصیت کرد. به نزدیکی آگاه یافتم که مقامات بدون حضور من قید مرا به اعتبار دانستند. اخیراً رئیس ناحیه اسماعیل سامانی برایم زنگ زده گفت که خانه را باید خالی کنم. ҳангоми суҳбати мо бо мунаввара набиева суд иҷрочиён талоши ворид шудан ба ин ҳавлиро доштанд. мунаввара набиева аз онҳо санади додгоҳиро талаб кард, вале маъмурон онро нишон надоданд ва вориди ҳавлӣ шуданд. ашёи соҳибхонаро берун бароварданд. шариф самир раиси ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ки ҳавлии раҳмон набиев дар ҳудуди ин ноҳия воқеъ аст дар тамоси телефонӣ бо радиои озодӣ гуфт ки ин қазия марбути баҳси хонаводагӣ аст. хона ба номи фарзанди падараш маълима дар он хона истодагӣ аст. мо қачон суҳбат доштем қади додаш биширан як сари мизда гап зананд хиҷа давлат ҳукумата чӣ накунад. рустам набиев ба зангҳои телефонии хоҳараш посух намедод, аммо дар суҳбати телефонӣ бо радиои озодӣ гуфт ки соҳиби ҳавлӣ аст ва ҳузури моро дар ин ҳавлиро ғайриқонунӣ унвон кард. ин ҳавлии ман аст ва хоҳарам дар ин ҷо сабти номам надорад. ин баҳси дохили оила аст ва мо намехоҳем ин расонаӣ шавад. мунаввара набиева мегӯяд ки суд иҷрочиён барояш ҳатто вақт надоданд ки барои худ манзили муваққатиеро пайдо кунад. масоҳати ин ҳавлӣ 14 садяк буда дар ҳамсоягӣ бо манзили роҳбарони собиқ тоҷикистон қаҳор маҳкамов ва ҷабор расулов ва раиси ҷумҳури феълии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон воқеъ аст. блогери тоҷик ва сарояндаи таронаҳои мардумӣ абдурозиқ дар шаҳри дубаи имороти муттаҳидаи араб қаҳрамонии осиё оид ба бокс миёни наврасон ва ҷавононро ифтитоҳ кард. дар як маросим абдурозиқ дар шаҳри дубай гонги зангуларо баланд кард ва ба сабқати бокс оғоз бахшид. абдурозиқ ки нахуст ба бозхонии таронаҳои мардумӣ дар инстаграм шинохта шуд, ҳоло дар саҳифааш дар ин шабакаи иҷтимоӣ беш аз 1.2 миллион пайрав дорад. чанд рӯзи ахир абдурозиқ дар шаҳри дубай қарор дорад ва дар ҷашну маҳфилҳо таронаҳои тоҷикӣ месарояд ва бо таббохони машҳур аз ҷумла бурак оздемир аз туркия бургери бузургеро таҳия кард. و بیننده ارجمند وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.